استقلال و صاحب‌اختیاری در نزد ما شهروندان تاجیکستان وظیفه بسا پر افتخار تاریخی، یعنی بنیاد دولت متمدن جاگو با آرزو و آرمان و منفعت‌های مردم کشور و ایجاد ارکان دولتداری معاصر را گذاشت. استقلال ما کلید صاحب دولتی و وطنداری ملت سربلند و صاحب فرهنگ تاجیک است که تقدیرش را به دست خود گرفته با راه و روش خاص خویش به جامعه جهانی پیوسته است و همیشه می‌کوشد که نبض دولت و دولتداری خود را با نبض سیاره هم آهنگ و هم صدا نماید. دستاوردهایی که امروز از تاریخ کار و پیکار 30 ساله مردم شریف تاجیکستان بیان شدند، تنها حصه کمی زحمت صادقانه و صافدلانه ما و شما در جاده دولت سازی و دولتداری و وطن سازی و وطنداری می باشد. ولی می خواهم برای مردم عزیز تاجیکستان خاطر نشان سازم که هر یک دستاوردی که داریم از خود ماست. ما باید به خاطر وطن، دولت و خلق تاجیکستان من نیز صادقانه زحمت کشیم و در این راه مثل انگشتان یک مشت سرجم و متحد باشیم.